خب دوستان عزیز و ارجمند، این لحظه این فرصت ما با همراهی دوستان برادران آمدیم به آرامگاه اون جایی که خانه گویم آخرین شخصان برومندی وطنی عزیز ما گردیده است. حاضر یک به یک همشون میبینیم، سری خبرشون یک فاتحه میکنیم. همتون نیست؟ برای که خیام بزرگ گفته است که آنان که کهن بودند و آنان که نوند هر یک پی یکدیگر یکایک بیشوند. این ملک جهان به کس نماند جاوید، رفتند و رویم و باز آیند و روند. همتون قال اینا لله و اینا الیه راجعون. میریم زیارت. برام اینجا از اکای عبیدالله رجب می‌بینیم. اینجا آرامگاه رحماندوست قربانیان نه؟ استاد اینجا استاد عبیدالله رجب. این طرف نه؟ عبیدالله رجب. عبیدالله رجب. بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله، اللهی بزرگ گذشتهای این منزل و مکان رحمت و مغفرت کنه و آخرتشون آباد باشه. قال اینا لله و اینا الیه راجعون. الله اکبر. خب ما سری خبری من استاد عبیدالله رجب آمدیم. استاد بی‌نهایت یک شخصی بهترین بوده. من امروز منت داریم از نفرها، از فرزنده، از شاگردان که من اینه نگاه کنید. که میخوام جان از شهر خوجند برای دعا کردن استاد عبیدالله رجب اومده. خداوند خانه آقاشون آبی آواز کرده باشد، از آبی حفظ کوثر سیراب گردن، گناهاشون رو مغفرت کند. خداوند الله اکبر. پروردگار همین خمونم گذشتگیامونم رحمت مغفرت بکنه، ببخشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اینی اعوذ بک من اللهم انت الغفور المغفور الى الغفور یا رب. اللهم اینی عفو تحب العفو فاعف عنی. الله اکبر. دیگه چی میگی؟ خداوند همین ما رو ببخشه، هممون خواه گذشتگیمون خواه خودمون. خدا شما رو نگهبان باشه. سلام علیکم. شخصانی که حجت‌هایشان با آخر است و می‌خواهند گرانسی قزاقستان را پریسکت کنند، به رقم‌های مویدین زنگ زنید. سراغ مترو وادن استادیون مراجعت کنید.